الان که داره 11 معامله میشه، همین امروز داشتم برای دوستان اشاره میکردم، من هنوز حتی تو ریز موج‌ها هم نمیتونم بگم که قرار ساختار عوض بشه، یعنی تایم ها 1 ساعته، حتی تو این تایم ها هم من سنسی نگرفتم. بنابراین کماکان برای فرد حفظ داراییش در اون مارکت با این شرایط اولویته. اگر 11 بیاد زیر مثلا 10.5، این خیلی کوتاه مدتشه دیگه، بلند مدتش مثلا 9.800 با قدرت قوی بشکنتش و بعد برگرده بالا، اونجا اون فرصت برای خروج شاید ایجاد بشه. بنابراین این نگاهی که خدمتتون عرض کردم رو گوشه ذهنتون داشته باشید و زمانی که می‌بینید که مارکت ها در حال سویچ هستند ازش استفاده بکنید و برید سراغ یک دارایی دیگه. این الان به این شرایط میتونه برای فرد داشته باشه که حالا عده احتمال زیاد خب تو بازاری مثل طلا هستن، خروج اگر میخوام بکنن میزان کمی رو از اون، شاید مثلا با اساس ریسک پروفایل هر کس خب فرق داره.